داریوش از نسل هخامنش، جد کوروش کبیر، به خاندان سلطنتی وصل میشد. پس از مرگ کمبوجیه در 522 پیش از میلاد، گئومات که خودش رو به عنوان بردیا جا زده بود، تاج و تخت رو غصب کرد. داریوش با 6 نفر از بزرگان پارسی همپیمان شد تا به این فریب پایان بده. داریوش و یارانش با نقشه‌ای که طراحی کردند در اقدامی جسورانه به اتاق گئومات در کاخ هخامنشی یورش بردند و او و محافظانش رو از پای در آوردند. در سال 522 پیش از میلاد بزرگان پارسی داریوش رو به عنوان پادشاه برگزیدند. اما خبر مرگ گئومات امپراتوری رو به آشوب کشید. شورش‌ها در ایلام، بابل، مصر، آشور، ماد و دیگر نقاط شعله‌ور شد. داریوش در سال اول پادشاهی در 19 نبرد پیاپی شورشیان رو سرکوب کرد و آرامش رو به امپراتوری بازگرداند. برای جاودانه کردن این پیروزی‌ها داریوش دستور داد کتیبه‌ای با شکوه در دل کوه بیستون حکاکی کنند. این سنگ نوشته داستان سال اول پادشاهیش رو روایت می‌کنه. کتیبه بیستون نماد اقتدار و عدالت هخامنشیان تا امروز در کرمانشاه می‌درخشد.